سلام میگم بهتون، روز قشنگتون بخیر. بریم برای ادامه داستان اولین تجربه مدیتیشن من. مثالی که گفتم فنجونتون رو خالی کنید، چون توی زندگی خودم خیلی 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 کمکم میکرد توی زندگیم، یعنی توی این بخشش که کمکم کرد که بتونم روز به روز آگاهیمو بیشتر ببرم و یاد بگیرم. خیلی مثال قشنگیه. داستانش اینجوریه که یه استاد چینی بوده. این مثال توی یکی از کتابای معروف نوشته شده، حالا کتاب الان یادم نمیاد. یه استاد چینی بوده که خیلی معروف بوده و در مورد همین متافیزیک و مثلا خودشناسی و این چیزا، کسایی که همه چیزو دیگه یاد گرفته بودن پله آخر میرفتن دیگه، خیلی کلاس این خفن بوده، میرفتن سر کلاس این مینشستن. یه آقایی بوده که خیلی خیلی آموزش‌های مختلف اینقدر این آموزش دیده بوده دیگه، خیلی مغرورم شده بوده. میره سر کلاس این میشینه و شروع میکنه آموزش‌های نو، مثلا نوت برداری و یادگیری و حالا تعامل و اینا. پایان دوره که تموم میشه، همه بچه‌های دیگه، شاگردای دیگه فارغ التحصیل میشن، مثلا اون دوره رو تموم میکنن، لوح در واقع پایان دوره میگیرن از این استاده. اما این که خیلی خفن بوده، اطلاعات خیلی قوی، رزومه خیلی قوی، کلاسای خیلی قوی رفته بوده، اینو استاده بهش پایان دوره رو نمیده، میگه که تو باید یه دوره دیگه بیایی، اوکی نیستی و مثلا در اون حدی نیستی که من پایان دوره رو بدم. این خیلی سرخورده میشه و تعجب میکنم، این همه بلدم، مثلا از فلانی بیشتر بلدم، این استاد چرا اینجوری کرد؟ بعد حالا پیش خودش میگه استاد فلانی دیگه، حالا دیگه الکی نمیگه که باشه من حالا یه دور دیگه میمونم، بیشتر یاد میگیرم فلان اینا. و میمونه یه دوره دیگه، 2 دوره دیگه، 3 دوره دیگه، 4 دوره دیگه، چند دوره پشت سر هم استاد اینو نگه میداره. بعد استادم یه آدم خیلی با جذبه‌ای بوده که شاگردا حرفشو گوش میکردن، ولی استادی بوده که عملی به شاگردا یاد میداده، یعنی تئوری یاد نمیداده، مفهومی یاد میداده، یعنی ماهیگیری یاد میداده، ماهی نمیداده دستشون. و خیلی جالبه. بعد چندین دوره استاد نشسته بوده توی دفترش، این خیلی عصبانی میشه و استاد مثلا اینو باز میندازه و میگه من به تو پایان دوره نمیدم، به همه میده، باز اینو پایان دورهشو نمیده، میگه تو صلاحیتشو نداری. این خیلی عصبانی میشه، میره تو دفترش با عصبانیت و ناراحتی، استاد تو با من مشکل داری، استاد تو چرا اینجوری میکنی، مگه من با تو چیکار کردم، تو چه خصومتی با من داری، چرا این کارو با من میکنی فلان. استاد با یه لحن خیلی آرومی برمیگرده میگه که برو یه چایی برام بریز. مثلا همونجا حالا یه سماوری، حالا کتری، قوری، چای سازی چیزی بوده، اون فنجون هم اونجاست، اون فنجون رو لطف کن بردار و یه چایی برای من بریز، بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم. شروع میکنه استاد میگه خب الان شروع کن بریختن. این برمیداره قوری و چایی شروع میکنه بریختن توی فنجون و فنجونه که داشته پر میشده، قوریو بلند میکنه که چای نریزه. استاد میگه نه بریز، من به تو نگفتم که قطعش کن و دیگه چای نریز، تا لحظه ای که من دارم بهت میگم چایو بریز. این باز با حالت تعجب به استاد نگاه میکنه، ولی میگه که باشه حالا دیگه تو هم گیر دادی به ما دیگه. همینجوری هی چای رو میریزه و چای از فنجون لبریز میریزه، حالا تو اون سینی که بوده، حالا نلبکی بوده، هر چی بوده میریزه، تمام اون محیط و چایی همینجوری آلوده میکنه و به هر حال لک میفته و اینا. شاگرده که خیلی تعجب کرده بوده از این حرکت استاد و میدونست استاد الکی این حرکت رو نکرده، میگه که چرا، چی شد، چرا اینجوری شد؟ استاده یه نگاهی به این میکنه، میگه تو مثل این فنجون پری، تو خالی نیستی، تو پری، تو هیچ جای خالی نداری که من به تو یاد بدم، آموزشی بدم. من هرچی در مورد هرچی حرف میزنم تو میگی من بلدم، من میدونم، من بلدم، این که من فکر میکنم درسته، این نتیجه که من رفتم فلان کلاسی فلان چیز رو یاد گرفتم، فلان دوره‌ای رو رفتم، نمیدونم فلان دانشگاهی رو رفتم، از فلان خانواده‌ای بودم. استناد میکنی به چیزایی که حالا قبلا تجربه کردی، آموزش دیدی یا داشتی و
قبول نمی‌کنی اطلاعات جدید. تو فنجونت خالی نیست و فنجونت پر چاییه. من هرچی اطلاعات میریزم توی این فنجون سرریز میشه، اصلا پر نمیشه، یعنی نمیمونه توش. بنابراین تو باید اول فنجونشو خالی بکنی، بعد بیای بشینی سر کلاس من که تازه شروع کنی به یادگیری. تا زمانی که فنجونت پره، من هرچی هم به تو میگم سرریز میشه. بنابراین تا زمانی که فنجونت خالی نشده و نیومدی با فنجون خالی سر کلاس من ننشستی و دوره رو تموم نکردی، من به تو پایان دوره نمیدم. شاگرده که بهت زده شده بوده از این حرف استاد، تازه فهمی که استاد چرا چند ترم پشت سر هم اینو انداخته و بهش پایان دوره‌شو نده و خیلی این به نظر من پر از نکته است. من اینو همون موقع قانون جذب اصلا گفتم بهتون دیگه، 10-12 سال پیش باهاش آشنا شدم و شروع کردم به یاد گرفتنش. همون موقع سعی کردم فنجونم رو خالی کنم. قبلش واقعا اینجوری نبودم، همش فکر کردم من خیلی بلدم. از اون موقع باز داشتم این ایگو رو که خیلی بلدم، همه ما داریم، ولی تمام تلاشم این بود، همش این مثال رو برای خودم میزدم و سعی میکردم هر چیزی رو قبول نکنم و هر چیزی رو هم پس نزنم. یعنی هر اطلاعات جدیدی که یاد میگیرم یا متوجه میشم چه این چیزی وجود داره، نه به طور کامل رد میکنم نه به طور کامل میپذیرم، نگه میدارم توی حافظه‌ای که یعنی توی بخشی از حافظه خودم نگه میدارم و در موردش تحقیق میکنم، اطلاعات جمع آوری میکنم و این اطلاعاتی که جمع آوری میکنم رو تازه میشینم آنالیز میکنم، بررسی میکنم با اطلاعاتی که قبلا به دست آوردم، اطلاعاتی که حالا اون مثلا تجربیاتی کردم، چیزایی که دارم از محیط اطرافم میبینم و خودم به یه جنبندی درستی میرسم.